ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4 گفتاری 106. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. قطعه. فغان از دست چرخی بی مروت، که رستمچه بسد امید همراه. بروزی جمعه بیرون رفته باشد، قیامت گرددش آن جمعه ناگاه. یکی افتد دیگر از جا نخیزد، به خونی خیشتن آغشته در راه. پی تاریخ قتل خیش گوید، عظیمی دهچگی با کارد زد واه. عظیمی دهچگی هم نیست ایمین، قصاصی دهر را الحمدلله. 1318 هجری 1900 میلادی. ما بعد از آسوده شده آرام گرفتن از همان جا به بالای پشته برآمده راست به گورخانه محمد شاه قشبیگی رفتیم که مخدوم گو آنجا می خوابید. چون به گورخانه مذکور در آمدیم، در آنجا به منظره راست آمدیم که در فاجعه‌وی بودن از منظره قتلگاه رستمچه فرق نداشت. در گوشه پیرک مردمانند بی حس و حرکت می خوابید. در گوشه دیگر جسد مخدوم گو را به کفن پیچانده به تابوت گرفته، از روی تابوت یک جای پوش سیاه را پوشانده مانده بودند. در مراسم جنازه و دفن مؤذن مدرسه میر عرب فراش آنجا و از آشنایان کهنه مخدوم گو ملا حامد صوتی غژدوانی و زین الدین خواجه میرکلالی اشتراک داشتند. با آمدن ما عدد اشتراک کنندگان مراسم دفن غیر از پیرک که هم صاحب مرده بود و هم خود مردمانند افتاده بود به 6 نفر رسید. از اشتراک کنندگان مراسم دفن فراش مدرسه میر عرب را به پیش میرک ماندند که بروی او آبی سرد زده و به گلویش آبی سرد ریخته او را هوشیار گرداند و برای زودتر دور کردن مرده برادری عزیزش از پیش نظری پیرک ما 5 نفر تابوت را برداشته به سر قبر بردیم که به آنجا نزدیک بود. مؤذن مدرسه برای موافق عرف و عادت مرده را در قبر گذاشتن به درون لحد در آمد. ما 4 نفر با یاری 2 نفر گورکاو مرده را از تابوت برآورده و میانش فوطه گذرانیده
دست به دست به درون قبر فرو فرستادیم. بعد از مراسم دفن بازگشته به گورخانه محمد شاه قشبیگی آمدیم که پیرک به هوش آمده است، اما به کسی چیزی نمی گوید. به هر کس و به هر طرف مردمانند تیغ کشیده نگاه می کند. در چشمانش اثری اشک و گریه هم نیست. گویا آتش علمی پرشدتی او آب چشمانش را تماما خشکانیده بود. فراش برای یافته آوردن فایتونی به کراکشخانه فرستاده شد. ما پیرک را از بغلش گرفته گویا که او را برداشته آهسته آهسته از پشته به راه کلان فراوردیم. فایتون هم آمد. مؤذن، فراش و زین الدین خواجه که هنوز در مدرسه میر عرب استقامت داشت با پیرک در فایتون نشستند که او را نگهداری و نگهبانی کرده به منزلش رسانند. ملا حامدی صوتی که در آن وقتها در مدرسه کوکلتاش زندگانی می کرد با ما همراه شد و راه شهر را پیش گرفتیم. مرا طاقت آن نبود که با پیرک روبرو شوم، چون که احوال او از حد فزون علم‌انگیز بود. بنابراین به مراسم تعزیه رسانی و سری خاک نرفتم و در دل خود قرار دادم که بعد از 1 هفته یا 10 روز که او قدری تسکین و تسلی یابد پیش او رفته اظهار همدردی خواهم کرد. اما این مقصدی من به عمل نیامد. بعد از 1 هفته خبر رسید که او هم مرده است و مرده او را در پهلوی برادرش گورانیدند. بیماری ریشته. یکی از بیماری هایی که در زمان امیرها دوای نیافت بیماری ریشته بود. نویسنده این سطرها من از سال 4 استقامتم در بخارا به این درد بی‌دوا گرفتار شده باشم هم یاد کردن وی را تا این قسم یادداشت‌ها موقوف گذاشتم، چون که تماما خلاص شدنم از این بلا تا سالهای 1901 دوام نموده بود. قید کردن این عذابی پرعلمی که من 11-12 سال گرفتاری وی بودم در این جای یادداشت‌ها چی بودن و از چی پیدا شدن این درد را که حالا اثری وی در بخارای سویتی نیست و علاجی قطعی وی را به خواننده به خوبی نشان می دهد. من در یکی از روزهای تابستان که در مدرسه بدلبیک استقامت داشتم در یک جای بیموشک و بیرگ و پی از میان پایان بدنی خود خارش حس کردم. چون کشاده دیدم در آنجا به قدری دانه ارزن دانچه سفید شتاب نمودار است و گمان کردم که ریشی خردترکی است پخته. بنابراین برای پاک کرده گرفتن ریم و فسادی وی پخته به دست گرفته آن دانچه را کندم. اما از جای کنده شده دانچه چیزی سفید نمودار شد که بسری کرمی لای خورک مانندی داشت. تنها فرق در رنگ بود، چنان که معلوم است کرمی لای خورک سرخچه می شود و آن چیز سفید بود. من گمان کردم که یگان غدودچه‌ای در اینجا پیدا شده بوده است و با کشیده گرفتنی وی جایش پاک می شود و کشیدم. چون به قدری 3-4 سانتی متر از بدن برآمد
غفصیش به غفصی تنابی چرخی ریسمان ریسی دستی رسید. اما با وجودی از مغزی بدنی گرم برآمده ایستادنش، سردیش قریب به درجه یخ بود. لیکن نه در وقتی کشیدن و نه در وقتی ایستادن، نه از خودی وی و نه از جایی برآمدی وی آزاری حس کرده نمی شد و آن خارشی هم که پیش از کنده شدنی دانچه حس کرده می شد تماما برهم خورده بود. من کشیده برآوردن آن تناب را دوام دادم. در آخر همه اش از بدن برآمد و نوگی آخرینش هم مانندی سری کرمی لای خورک باریک بود. درازیش از یک آرشین زیادتر می آمد. من گمان کردم آن کرمی است که از بدنی من برآمده است و ترسیدم که نتیجه آینده وی چی می شده باشد. من آن چیزی کرم مانند را به دست خود گرفته از حجره برآمدم تا که به آدمان نشان داده چی بودم و چی شدنی عاقبت آن را دانم. در روی مدرسه در کنار گلزار ملا روزی با مؤذن مدرسه ملا سلیمان می نشستند. من آن چیز را به آنها نشان داده چی بودنی وی را پرسیدم. گفتم ریشته است. از کجا یافتی؟ با شنیدن این جواب من سخت ترسیدم، چون که از این دردی پر عذاب چگونه عذاب کشیدن اهالی شهر بخارا را شنیده بودم و می دانستم که کسانی به این بیماری گرفتار شده 1 ماه 2 ماه تا 3 ماه بستری برجامانده شده می خوابند. بعضا لنگ، حتی بعضا بی پای شده سلامتی می یابند. من ترسیدم که در این بی کسی و بی پرستاری که غیر از 2 دست و 2 پای خود یاری رسانی ندارم، اگر 1 ماه 2 ماه برجامانده شده بخوابم حالم چی می شود؟ مرا ترسی عاقبتی از خود برده بود که به سواری از کجا یافتی ملا روزی و ملا سلیمان جواب دادن را فراموش کردم. احوالی پرتشویش و پریشانی مرا دیده ملا روزی پرسش خود را تکرار کرد. آخر این رشته تازه نو از بدن برآمده است، از کجا یافتی؟ از بدن خود کشیده برآوردم، گفتم در جواب، و درباره چگونه معلوم شدم و به چی طرز کشیده گرفتن آن تفصیلاتی در بالا قید شده را به آنها بیان کردم. آنها مرا مبارکباد نمودند که با آن آسانی از آن بیماری پر عذاب خلاص شده ام و ملا روزی علاوه کرد. دیگر برآمدگاه وی نه فساد می کند، نه درد می کند و نه تو را آزار می دهد. زهری رشته آبی شیرمانندی است که از درونی بدنی رشته می براید و هر بلا از همین آب می خیزد. اگر در وقتی کشیده گرفتن رشته در درونی بدن کند یا اینکه به سبب بدی جایی برآمدش کشیده گرفتنش ممکن نشده در درونی بدن پوسد، در هر صورتی که همین آب به گوشت بدن پهن شود عذابی طاقت ناپذیر می دهد. 2 ماه 3 ماه می خواباند، گاه لنگ و یا بی پا می کند. ملا روزی دید که از این تفصیلات او من ترسیدم، علاوه کرد. لیکن رشته هیچگاه آدم را نمی کشد. بنابراین دردی رشته را دردی بخیر می گویند. با این تسلی ملا روزی ترسی من کم نشد، چون که من از مردن نمی ترسیدم، اما از 1 ماه 2 ماه برجامانده شدن و از بی پای شدن می ترسیدم. بعد از چند روزی کشیده گرفته شدن رشته اولین، حرکتی چیزی را در میان خود حس نمودم
و دست کرده دیدم که در مغز گوشت چیزی تناب مانند در وقتی ماریشی بدن به دستم معلوم می شد. اما آن چیز در یک جا حلقه و به هم پیچیده می ایستاد و گاه ها جنبشی می کرد. من این حال را به ملا روزی گفته از وی مصلحت پرسیدم. من در عمر خود یگان بار هم رشته نبرآوردم گفتم. بنابراین من معین کرده گفته نمی توانم که وی رشته است یا نی و چیکار کردن لازم است. اما سرتراشان بخارا همگی رشته کش می باشند. بهتر آن است که تو به لب حوض دیوان بیگی رفته به یکی از آنها نشان دهی و رشته بودن یا نبودن چیزی در مغز بدنت پیدا شده را و اگر رشته باشد وقتی مناسبی کشیده گرفتنش را به تو معلوم می کند. ملا روزی ثانیه‌ای فکر کرده علاوه نمود. اگر در حقیقت آن چیزی در بدنت پیدا شده رشته باشد، بهتر آن است که به یگان سرتراشی رشته کشی هنرمند کشانده گیرانی. تو خیال نکن که این بار هم کشیده می گیری. آن تصادفی است که برای بیگوشت و بیرگ و پی بودن جایی برآمد رشته به تو یک بار راست آمده است. من هنرمندترین سرتراشان رشته کش را از کی می پرسم و از کجا می یابم؟ بیشترین سرتراشان لب حوض دیوان بیگی رشته کش و جراح می باشند و درجه هنری آنها در رشته کشی از بسیاری و کمی آن رشته های معلوم می شود که به یک میخی درونی دکانشان آویخته می مانند. تو به صفچه بیرونی دکانی هر سرتراش نشسته به درونی دکانش به میخهای در دیوار زده مانده اش چشم دوز. در کدام دکان که در میخی آن رشته‌ای کشیده شده بسیارتر باشد، صاحب آن دکان در این کار هنرمندتر است. ملا روزی قدری سکوت کرده باز دوام نمود. میگویند که استا حکیم بهترین رشته کشان است، اما من نه شخصا خود او را میدانم و نه در کجا بودن دکانش را. در کدام دکان که رشته‌ای کشیده بسیارتر آویخته شده باشد، صاحب وی باید استا حکیم باشد. لیکن از هیچ سرتراش کی بودن استا حکیم را نپرس، چون که هر کدام آنها برای رشته‌ای تو را کشیده یا کشیده نتوانسته یک تنگک گرفتن خودش را استا حکیم می گوید. بعد از چند روز چیزی که رشته بودن وی را گمان می کردم آهسته آهسته پایین فرآمده بران رسید. اکنون حلقه های وی کشاده شده، جای ایستش درازتر گردیده و به روی تری گوشت برآمده بود. با دیدن این حال در من شک نماند که وی رشته است. بعد از چند روزی دیگر سری آن بر روی عینک زانوی پای چپ رسیده نوک داد. از بس که استخوان زانو بی گوشت است، من گمان کردم که به آسانی کشیده گرفته می شود. بنابراین تجربه تصادفی دفعه اولی خود را به کار برده دانچه را کنده گرفته نوگی رشته را به دست در آورده کشیدم. بعد از 2-3 سانتی متر به دستم در آمدن رشته دیگر نبرآمد. از تعلیمات استا حکیم به آدمی رشته دار الهام گرفته شمع جایداری تیار کرده مانده بودم. من روزی به لب حوض دیوان بیگی رفته از روی علامت هایی که ملا روزی به من گفته بود دکانی استا حکیم را یافته عملیات رشته کشی او را دیده بودم. استا حکیم
بعد از آن که پوستی رانی یک آدمی ریشته‌دار را به قدری نیم نخود با جستک گزانده بالا برداشته، با پاکو بریده گوشتی آن جای را با دندان خلال، دندان کاوک کاف و آن آدمی ریشته‌دار را خیلی عذاب داده این عملیات را 30 بار تکرار کرده باشد هم تنابی ریشته را به دست در آوردن نتوانست. به او گفته بود که تا فردا همین وقت خوب پیاده گردد و در هر جایی که حرکتی ریشته معلوم شود روغنی شمع مالیده خوب مالیش دهد. اگر تا فردا از یگان جای دیگر ریشته بروی تری بدن براید او آن را کشیده می گیرد. در حالتی که نوگی ریشته در بین انگشتان دستی راستم بود، به دستی چپ به جاهایی که حرکتی ریشته معلوم می شد روغنی شمع مالیده مالیش داده ایستاده باز کشیدم و گمان کردم که 1 سانتیمتر دیگر برآمد. اما بعد از دقت کرده دیدنم معلوم شد که دیگر ریشته از بدن نبرآمده، همان مقداری اولی کشیش یافته دراز شده بوده است، چون که ریشته‌ای به دست در آورده شده از اولش باریکتر شده بود. اما من از کشیده گرفتن آن امیدم را نکنده عملیات ریشته کشی خود را دوام دادم. در همین وقت به قدری 2 سانتیمتر ریشته در بین انگشتانم مانده، دیگرش کنده و درونی بدن در آمده غایب شد. همان زمان حس کردم که چیزی آبکی سرد به درونی گوشت پهن شده رفت و بعد از دقیقه در سر تا پای درونی بدن آتش درگیراند و بعد از 5 دقیقه در تمام روی پوستی بدن خارشی سختی پیدا شده، نه دانه چه بلکه پارچه هایی که پهنیشان به قدری روی ناخونی انگشتی دست می آمد به سر تا پای بدنم دمیده برآمدند. رنگی این چیزهای دمیدگی سرخی بلند بوده خاریدن را طلب می کردند. هرچی قدر که من می خاریدم طلب خاریش همان قدر زیادتر می گردید. رفته رفته شدت خاریش به درجه رسید که نفسم به درون افتید و سوزشی درونی هم شدت کرده خود را در درونی تنوری پر آتشی خاریشانگیز حس می کردم. آزادانه نفس کشیدن تماما برهم خورد و در سری هر 1 دقیقه یا چند ثانیه فریادی جانکاهی می کشیدم که این به جای نفس کشی می گذشت. در آن وقت من فهمیدم که چرا آدمانی ریشته‌دار دیده و دانسته خود را به دستی استا حکیمی قصابانه بیرحم می سپردند و او در نتیجه تن به تقدیر دادن آنها در اولی موسمی ریشته براری صدها ریشته های سلامت کشیده گرفته اش را در میخهای دکانش نمایش داده آویخته مانده است. آخر فریادهای جانگدازی مرا ملا روزی و مؤذن مدرسه شنیده آمده و پیش من در آمدند. به سبب تابستان بودن در مدرسه کس کم مانده بود و آنهایی هم که هنوز در مدرسه بودند در آن وقت در حجره های خود نبودند. ملا روزی خارشی بدنی مرا دیده این اسپرمه است گفت. این دمیدگی های خارشدار در وقتی ویران شدن خون پیدا می شوند و وقتی که ریشته گیرد یعنی آبی وی به گوشت و خون آمیزد سختترین اسپرمه می دمد و خارش آن هم طاقت گداز می شود. چاره اولین این درد نخاریدن است. کسی که مانند تو خاریدن گیرد بروزی تو می افتد. چاره دوم و تسکین دهنده خاریش روغن مالیدن است. پس از آن ملا روزی مؤذن را فرمود که
روغن شمع من برای رشته کشی تیار کرده ام را به بدنم مالیده مالیش دهد. در وقت مالیش با گرمی تبی بدن روغن شمع آب شده به درون پوست فرو رفتن گرفت و با این عملیات خارش قدری تسکین یافته نفس کشی آسوده تر شد. اما سوزش درونی و بلندی تب به درجه رسید که کام و زبانم خشکیده با هم می چسبیدند و تشنگی چنان زیاد شد که آب خامی سرد را با آفتابه برداشته از نولش می نوشیدم و طاقت نداشتم که تا به پیاله ریختن انتظاری کشم. ملا روزی از آب خام نوشی هم مرا منع کرد. در شدت تب نوشیدن آب خام، خصوصا آب حوضهای بخارا، ممکن است که سبب هلاک شود گفت و مؤذن مدرسه را فرمود که از سماوارخانه آبی جوش آورده دهد. ملا روزی بعد از آن در پی دوا کردن اسپرمه افتاد تا که وی تماما برهم خورده بیم دوباره سر شدن خارش برطرف شود. برای این مؤذن را فرمود که از عطاری چند مسقال گلی محضر و از بقالی یک کاسه جرغات یا چکه بیارد. بعد از تیار شدن این چیزها ملا روزی گلی محضر را به یک کاسه جرغات آمیخته همه اش را یک باره به من خورانید و از بالای وی آبی جوش نوشیده ایستادن را فرمود. بعد از این معالجه ملا روزی و مؤذن به بالای من 2 قبط کورپه سیرپخته پوشاندند و در وقت آمدن عرق شمال ندادن را به من فرموده برآمده رفتند. بعد از 1 ساعت خارش تماما برهم خورد و دمیدگی های اسپرمه هم پست و کم شدن گرفتند. اما بدنم چنان عرق کرده بود که گویا من در درون آب خوابیده بودم، لیکن این آبی سرد نبوده، آبی جوشان بود. بیگاهانی ملا روزی و ملا سلیمان آمده بدنم را از عرق پاک کرده خشکانده لباسی تازه پوشاندند. تبی طاقت گداز و تشنگی بی اندازه زیاد بود. آبی جوش در وقت نوشیدن حلق را تر می کرد اما تشنگی را نمی شکست. چای کبودی تلخ تیار کرده دادند که این از آبی جوش بهتر نمود. شدتی تب به درجه‌ای بود که من گاه از هوش می رفتم. خوابهای پریشانی عجیب و غریب می دیدم. به جاهای پرخوف می رفتم. گاها در دریای خروشان غرق می شدم. گاها در میانه آتشی شعله‌وری سوزان می افتادم. برای خلاص کردن خود جندله نموده حرکت می کردم و در وقت شدتی حرکت به هوش می آمدم که در جایم خوابیدم و چقدر وقت باز خوابیدن خود را از یاری دهندگان می پرسیدم. هیچ وقت نگذشته است؟ 1 دقیقه چشم پوشیده کشادی، اما در خوابت شاید سخت ترسیده باشی که بسیار جست و خیز کردی و فریاد کشیدی، می گفتند. شما گفتوری 106 را از روی اثر نویسنده بزرگ توجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.